یک خلطه اردی 50 کیلویی هنوز یک دو روز پیش 320 تا 330 سومونی بود. آن اکنون در بازارهای پایتخت از 350 تا 380 سومونی است. ارد یکی از محصولات اساسی خوراکواری خانواده‌ها در تاجیکستان است و بالا رفتن نرخ آن باعث نگرانی‌ها می‌شود. فضل‌الدین اسماعیلوف میگوید از اولی سال بار دوم است ارد قیمت‌تر می‌شود ولی درآمد او تغییر نیافته است. ما ارد 380 سوم خریدیم و نزدیکی. خیلی می‌خوایم که ارد ارزان‌تر شه، مثلا کار سبک‌تر شه. مقامات سبب افزایش نرخ ارد را به محدودیت‌ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ربط می‌دهند. تاجران گفتند حالا در دکان‌هایشان تنها ارد استحصال تاجیکستان را به فروش گذاشتند. دیگه دولت حاضر نوارده استیم از قزاق پیشتر می اومد حاضر این قزاق کمتر قیمت‌تره مودا کمتر وایه فروشش کمتر کینتره برای همین اینو محصولات خودمون اثر ببینید میل کمیت شنبه استحصال کرده ای همه اردی است میل کمیت شنبه خوشا استحصال کرده من این اردو را استحصال کرده همه چیده میشوه گاندیمش و وارداتیه که گاندیمش دیگه دولت میبره. فروشنده‌ها تاکید می‌کنند که اگر یک سبب گرانی ارد کاهش واردات این نوع محصولات از خارج کشور است، عامل دیگرش را موسمی نامیده به تمام شدن گندم در انبارهای کشور ربط می‌دهند. هر سال کمی اول است همین وقتی تمام شدن گندم یعنی تو گندم نو شدن هر سال همین اول است. هر سال 10 سم 15 سم بالا میره. با گندم نو که باری شد با میفروє پایان. همین یک ماه یک نیم ماه خیلی کم تغییرات میشود. روز 13 می در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان افزایش نرخ ارد را تصدیق نموده و گفتند که یکی از سبب‌های آن محدودیت‌های نو در صادرات آن از طرف قزاقستان است. از این نهاد گفتند نرخ یک تن گندم صادراتی قزاقستان تا 365 385 دلار از سوی قزاقستان بالا رفت. چون این محدودیت موقتی است ولی نباید فراموش کرد که به این روند ناآرامی‌ها میان روسیه و اوکراین نیز تاثیر گذاشته است. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیش از 99% آن به قزاقستان راست می آید و این کشور قبلا خبر داده بود که در مورد صادرات ارد و غله محدودیت ها جاری کردن است. از اول سال جاری این بار دوم است که ارزش ارد بالا می رود. سروینوزی روح‌الله، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه.